سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز چهارشنبه 24 دکبر همراه شما. در دادگاه نظامی تاجیکستان بررسی دعوای دادگاهی خانواده شهبال میرزایف مرزبان سابق آغاز شد که از سرریاست نیروهای مرزبانی می‌خواهد جبران رنج و اذیت او را بپردازند. فرزند این خانواده هنگام خدمت در صف نیروهای سرحدبانی مجروح شد و حالا والدانش از ریاست مرزبانی طلب دارند که به شهبال بیشتر از 200,000 سامانی جبران ضرری مادی و معنوی بپردازد. نمایندگان سرریاست نیروهای مرزبانی در دادگاه گفتند ضرر مادی به شهبال میرزایف را قسماً خواهند پرداخت، اما جبران ضرر معنوی به عهده آنها نیست. گردن شهبال میرزایف 22 ساله ساکن ناحیه اشت ماه مارت امسال بعد بدرفتاری یک همخدمتش با او سخت آسیب دید و شهبال تاکنون مستقلانه حرکت کردن نمیتواند. وزارت امور خارجه تاجیکستان از شهروندان کشور خواسته است بنابر زیاد شدن آدمربایی و ناامنی در جمهوری عربی یمن تا زمان بهتر شدن وضع از سفر به این کشور خودداری کنند. در آگهی وزارت که روز 24 دکبر نشر شد، همچنین از شهروندان تاجیکستان که در یمن هستند خواسته شده است که بسیار احتیاطکار باشند و به جایهای پرآدم و جماعت‌های گروه‌های علاهیده نروند، در صورت بد شدن وضع امنیتی یمن را ترک کنند. ماه اکتبر امسال گل رخسار رفیع و یک پرستار تاجیک را افراد قبیله‌های عربی ربودند و تا حال از او درکی نیست. مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک پیشنهاد تاجیکستان را روز 19 دکبر پذیرفت و قطعنامه را برای ارزیابی روند تطبیق 10 ساله عمل آب برای حیات در سالهای 2005-2015 و تلاش‌های من بعده برای دسترسی به ذخیره‌های آب قبول کرد. تاجیکستان هرچند سرگه آبی آسیای مرکزی به حساب می رود، ولی بیشتر از 60% اهالیش به آب پاک آشامیدنی دسترسی ندارند و آبی باران و دیگر منبع‌ها را استفاده می‌کنند که منبع بیماری نیز هست. از جمله در روستای تامچی در ناحیه وخش ختلان 12 سال است با مشقت آب جمع می‌کنند و با احتیاط صرف می‌کنند. و ویدیوی کامل را در این باره در وبسایت رادیو آزادی ببینید. اعضای محفل همسران دیپلمات‌های مقیم دوشنبه روز 24 دکبر به مکتب اینترنت معیوبان به شهرک خیرمنک ناحیه حصار رفتند و به کودکان اینجا هدیه‌های سال نوی دادند. در آستانه سال نو میلادی به کودکان محتاج دستگیری در این مکتب لباس و شیرینی‌های عیدانه به مبلغ 10,500 سامانی سپرده شد. در مجموع به 350 کودکی که در این مکتب اینترنت آموزش می‌گیرند هدیه‌های سال نوی سپردند. محفل بین‌المللی همسران دیپلمات‌های مقیم تاجیکستان سال 2013 تأسیس یافته است و اعضای آن عمدتاً به کارهای خیریه مشغولند. و اخبار و گزارش‌های دیگر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.